در یک ترکیش قوی در کابل پایتخت افغانستان به وقوع پیوست. مقامات رسمی گفتند در چند حمله هماهنگ شده جنگجویان طالب به اداره‌های پلیس و کمیته امنیت ملی در کابل یک نفر کشته شد و 37 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت امور داخلی افغانستان گفت حمله ها را جنگجویان و مرگ طلبان انجام دادند. یک سخنگوی طالبان مسئولیت حمله ها را بر دوش گرفت. عملیات برای پاککاری منطقه ادامه دارد. خیلی وقت پیشم با چشمانا